که شوهرشون گفتن افیرای استاد گوش میکنه اگر استاد یگان چی بگن گفتن که هر وقتی که گپامون میگریزه از مادرم حقارت میکنن. آیا همین جایز باشه؟ مقصد مادر من به این کاردار نیست ولی هر وقت که با من گپش میگریزه مادر من حقارت میکنه استاد یگان چی بگن؟ ولی این چیز بسیار رایج است، این شکایت های هم بسیاره. حتی بعضی زنها بیچاره ها عموما اینا گناه هم حساب نمیکنن، از بسیار شنیدنه، خیر به خاطر فرزندها، خیر به خاطر این، به خاطر اون گفته، حتی همین نقل هم نمیکنه. هر روز همین بعضی برادرها گوییم، یعنی همسرش وقتی که حقارت میکنه پدر و مادرش حقارت میکنه، پدرت فلان کنه، مادرت نعوذ بالله. آخه پدر و مادر این چی گناه دارد برای شما؟ مگه دختر شما یا کسی دیگه میخیر میگه؟ خب میفارد که دختر شما یا دیگر آدم ها حقارت پدرت فلان کنم، یا نمود حقارت ها که گفته نمیشد، بعضیش زبان نمیگردد به بعضی حقارت ها. این از همه سبکش همین چیزی که من گفتم، بی نهایت حقارت های بیزیب. آخه پدر و مادر این زبان هر یک سخنی که تلفظ میکند روز قیامت جوابگری دارد. اتحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. شما سبک سپین داشتید و این در نزد الله تعالی وزنین است. اگر هر یک سخنی گفته که آدم یک سخن میگوید غضب الله تعالی رو میبیارد، لیکن این آدم پروا ندارد که گویا گناه کرده باشد، پروا نکرده است که اون گپی بد گفته باشد، به سبب همین یک کلمه 70 سالینه راه به دوزخ پرتافته میشد. 70 سال رفته میگیرد به چقوری، یعنی بی‌نهایت چقور. 70 سال میرد تا قعر جهنم به سبب یک کلمه. و این آخه همسرتان، مادری فرزندانتان، شخصیتی که شما را از حرام نگاه میدارد، به همین سبب شما از گناه دور می ایستید. شما به این ظلم میکنید، بعد به بالاتون دیگر آدم ها، کافرها ظلم میکند، بعد میلینکی میشید در پیش اونا. فهمیدید؟ حالا حقارت های بدترش به شما بیگانه ها میکنه، رحم نمیکنه، به بالاتون ظلم میکند. چون که این قاعده مقرر در حیات دنیا، من ظلم ظلم، کسی ظلم کرد ظلم کرده میشه. كذلك نولی بعض الظالمین بعضا. الله تعالی میگه که ما بعض ظالم ها را با بعض دیگر ظالم ها میزنیم. یعنی ظالم چی معیده که فقط ظلمش به همین زنکش میرسد، از ظالمی کلانتر الله تعالی وظیفه دار میکند که آمده بالا این ظلم کنه، بالی و ظالم با ظالمی کلانتر. ظالم پور در دنیا، یا راهبر برای خلقش ظلم میکنه، اون راهبر دیگر راهبرای دنیا ظلم میکنه. همین ظلم میکنن که به زانو میشینه در پیش اونا، در خلق خودش ظلم میکند، در نزد اونو به زانو میشینه. همین آدم هم وقتی زنی بیچاره، زنی ضعیف، یا زنان میبود که به دامولا شوهرم همین قدر میزند که اگر بکسیارو همین قدر کلتک خورد میمورد. باور نید گپ زده نمیتوند، نباشد یک هفته پیش زدگی، یگان جایی صحت ندارم میگه. بعدا هر بالاتون یک کافر ظلم میکنه میگرده دیگه مظلوم شده، سببش کافته میگرده، دعام قبول نشده است، مشکل هم زیاد است کفته میگرده. اینا برای از الله تعالی ترسید. آخر مخلوقات الله کافر هم ظلم کردن ممکن نیست. همین یک گشتم کشتنی باشیدم یک تا زده کشتن پیامبر صلی الله علیه و آله. قتلتم فاحسنوا القتله. یگان حیوان هم اگر کشتنی باشید، حیوانی که شریعت به کشتنش امر کرده، به یک ضربه زنید کشید. یعنی حتی به حیوانی که مثلا خوک کشتن در کار، یا سگی عقور، سگی گزنده، سگی سیاه کشتن گفتن، یا مار به یک ضربه زدن کشتن، عذاب داده کشتن، در آتش سوزاندن ممکن نیست. چی جوی یک آدمی که به شما نزدیک از مادری فرزنداتون است؟ از الله تعالی ترسید برادر.